سلام دوستان عزیزم. شاید فکر کنید سقوط یا حوادث هوایی فقط توی فیلم‌ها اتفاق میفته، اما امروز قراره با هم لحظاتی واقعی و باور نکردنی از هواپیماها رو ببینیم که توسط دوربین‌ها ثبت شدن. از فرودهای وحشتناک گرفته تا معجزه‌های نجات در آسمان، صحنه‌هایی که نفستون رو بند میاره و شاید بعد از دیدنشون جور دیگه‌ای به پرواز نگاه کنید. در فوریه سال 2015 پرواز 235 خطوط هوایی ترانس آسیا یک پرواز داخلی از تایپه به تایوان بود. تنها بعد از گذشت چند دقیقه از برخاستن گزارش خرابی یکی از موتورها داده میشه و خلبانها به اشتباه اون موتوری که سالم بود رو خاموش میکنند. تو فاصله بسیار کم 500 متری ارتفاع هواپیما کم میشه و با برخورد یکی از بالهای هواپیما به پل به پایین رودخونه سقوط میکنه. این تصادف که توسط دوربین داشبورد چند خودرو شکار شد، تنها 17 نفر از 58 نفر ساکنین جان سالم به در بردن. در فوریه سال 2025 پرواز دلتا کانکشن فلایت 4819 از مینیاپولیس به تورنتو زمانی که به باند فرودگاه میرسه بعد از لمس زمین روی سقف فاجگون میشه. بر اثر برخورد شدید با زمین بال راست جدا شد و هواپیما چرخید و معکوس روی زمین قرار گرفت. شرایط جوی نامساعد از جمله باد شدید متقاطع و برف شرایط فرود رو برای خلبان بسیار دشوار کرد. خوشبختانه از 81 ساکن کسی لحظات مرگباری رو تجربه نکرد. سه مرد اهل کشور اتیوپی در تاریخ نوامبر 1996 یک بوئینگ 767 رو که از اتیوپی برخاسته بود رو بودن و اعلام کردند که قصد پناهندگی به کشور استرالیا را دارند. اونها با مقاومت کاپیتان پرواز که سوخت کافی برای رسیدن مسیر رو ندارن مواجه میشن، اما رباینده‌ها توجهی نمی‌کنن و هواپیما در اقیانوس هند سقوط میکنه. در میان 175 سرنشین فقط 50 نفر به کمک افراد نزدیک جزیره تونستن نجات پیدا کنند. تا حالا دیدین یه هواپیما تا روی باند میاد همه آماده فرودن ولی یهو دوباره اوج میگیره؟ به این میگن go around یا فرود ناموفق. دلیلش میتونه هر چیزی باشه، از باد و مه غلیظ گرفته تا شلوغ بودن باند. این حرکت در واقع یکی از امن‌ترین تصمیم‌هایی هست که یک خلبان میتونه بگیره. پرواز 171 ایر اندیا تنها بعد از 32 ثانیه از برخاستن به خوابگاه پزشکی دانشجوها برخورد کرد. این اتفاق که در ژوئن 2025 رخ داد، علت این سقوط ناگهانی رو از دست رفتن نیروی رانش هر دو موتور دونستن و همچنان تحقیقات برای علت دقیق‌تر ادامه داره. تمام سرنشینان این هواپیما جان خودشون از دست دادن به جز یک نفر. تلفات به همینجا بسنده نمی‌کنه، چرا که 19 نفر روی زمین از دست رفتن و 67 نفر صدمات جدی دیدن.
فیلمی که دوربین شخص شکار کرده بسیار عجیبه. انگار که میدونسته تو این فاصله زمانی کوتاه قرار اتفاقی بیفته. نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنید. Oh my God! یک هواپیمای بوئینگ 767 از شرکت فدکس که از نیویورک به مینیاپولیس برخاسته بود، به دلیل برخورد با پرندگان و آتش گرفتن یکی از موتورها مجبور به دور زدن مسیر شد و با مدیریت شرایط به فرودگاه نیویورک بازگشت. تصور کنین هواپیماها رو با 1000 زحمت پارک کردین، چند سالی بعد پرنده های آهنی مثل بادبادک از زمین کنده میشن و به هوا میرن. اینجا دیگه نه ترمز پارک کار میکنه نه طناب مهار. وقتی طبیعت تصمیم بگیره قدرتش رو نشون بده، حتی باند فرود هم امن نیست. تو این ویدیو میبینین که یه هواپیما بعد از برخاستن یک جفت از چرخاش رها میشن و روی ماشینای اطراف فرودگاه میافتن. اینجا جایی برای اشتباه وجود نداره. یک جنگنده با سرعتی سرسام‌آور از آسمان شیرجه میزنه روی باندی که خودش وسط دریاست. تنها چند ثانیه وقت داره تا از 250 کیلومتر بر ساعت به 0 برسه. این لحظه نبردی بین سرعت، مهارت و مرگ و فقط بهترین خلبان‌ها میتونن ازش سالم بیرون بیان.
4 نفر وسط دریا گیر افتادن و جز جلیقه‌های بادی چیزی ندارن تا اینکه یه هلیکوپتر برای نجاتشون وارد عمل میشه. اگر راه ارتباطی نداشتن یا هلیکوپتر نجات اونا رو پیدا نمی‌کرد چه اتفاقی میافتاد؟ خب دوستان عزیزم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه به لحظات باور نکردنی و هیجان انگیز که توسط دوربین شکار میشن علاقه داری، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو هم فعال کن که اولین نفری باشی که ویدیوهای بعدی رو میبینه. یادت نره لایک کنی و تو کامنت ها بنویسی کدوم لحظه این ویدیو بیشتر آدرنالین خونت رو برد بالا. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار رفیق.